هستش. یک بالرین حفظ تعادل را در خود به کمال می‌رساند. کشیش همواره در حال آزمودن وجدان خویش است. هر حرفه تخصصی دارای قلمرویی است که شخص برای متخصص شدن لازم است در آن تبحر یابد. برای یک رواندرمانگر این قلمرو دوره آموزشی خستگی ناپذیر بهسازی خویش است که هرگز از آن فارغ التحصیل نمی شود، همان که به اصطلاح انتقال متقابل خوانده می شود. نویسنده در توصیف رفتار برویر نحوه برقراری یک رابطه درمانی درست را آموزش می دهد. رابطه‌ای که شکل نمی گیرد مگر با برقراری تعادل میان سه نقش محوری طبیب: شنونده همدل، متخصص و فرد دارای اقتدار درمانی. هنری که برویر یا بروبر در ارتباط با مراجعان مطبش حتی زمانی که درمان بیماری از حیطه تخصصیش خارج است و کار به ارجاع بیمار می انجامد به کار می گیرد و متاسفانه در طبابت امروز رو به فراموشی است. خلاصه اینکه کتاب خوانندگان خود را خواهد یافت و این یادآوری ها تنها با این نیت انجام شد که دقت خواننده را هنگام مطالعه متن دوچندان کند. کتاب وقتی نیچه‌گری سال گذشته از زبان آلمانی به فارسی برگردانیده شد و توسط نشر نی در اختیار دوستداران کتاب قرار گرفت، ولی از آنجا که در معرفی آن بر جنبه آموزشی کتاب و شناخت نویسنده تأکیدی نشده بود، از دید بسیاری از خوانندگان تخصصی دور ماند. چاپ این کتاب ادامه کار ترجمه را از نسخه انگلیسی زبان اصلی کتاب با تردید روبرو کرد. ولی در نهایت با توجه به اهمیتی که نویسنده به آموزشی بودن رمان‌هایش می‌دهد و نیز لزوم شناساندن او و سبک خاصش به خواننده فارسی زبان، برآن شدیم تا کار را به اتمام برسانیم. لازم به ذکر است که پانویس‌ها عمدتاً برگرفته از دایرةالمعارف بریتانیکا و درسنامه جامع روانپزشکی کاپالان و سادوک است. در معدود مواردی هم که نویسنده عیناً از عبارات کتاب چنین گفت زرتشت در متن استفاده کرده، برگردان استاد داریوش آشوری مورد استفاده قرار گرفته است. بخش انتهایی کتاب با عنوان از نثر تخصصی تا رمان آموزشی گزیده‌ای از فصل‌های 8، 9 و 10 کتاب منتخبی از آثار یالوم است که به چگونگی شکل‌گیری این رمان از زبان نویسنده می‌پردازد.